سلام به همگی. امروز 21 آبان 404 و اومدیم برای بازدید ارگ گوگر. این بنا یکی از زیباترین و سالمترین قلعه‌های خشتی ایرانه و 400 سال قدمت داره. 400 سال پیش یکی از اهالی گلپایگان به نام میرزا عبدالصمدخان گلپایگانی این بنا رو میسازه و دو تا کاربری داشته. زمانی که صلح بوده به عنوان کاروانسرا استفاده می‌شده و زمانی که جنگ بوده و حمله می‌شده ازش به عنوان ارگ استفاده می‌شده و مردم داخل این بنا پناه می‌گرفتن. زمان صفویه و بعد زمان قاجار باز کاربری این ارگ و کاروانسرا بوده. زمان پهلوی انبار قلعه میشه و نیروی دولتی داخلش بودن. الان بازسازی شده و یکی از زیباترین هتل‌های سنتی ایرانه که میتونید برای بازدید بیاد. تو مسیر اصفهان به همدان میتونید از این بنا بازدید